سلام دوستان، امروز میخوایم آموزش مانیکور داشته باشیم. با پوشر چوبی اول کوتیکولات رو به طرف عقب هل بده. باید کامل پوسته ها رو از سطح ناخن جدا کنی. سعی کنیم بیشتر از بغل پوشر استفاده کنیم، از نوک تیز پوشر استفاده نکنیم. حالا به یه سرسوهان اشکی نیاز داریم که از سمت راست و چپ باید ساید والا رو کاملا از هر گونه پوسته‌ای کات کنیم. ساید والا رو ماساژ بده. حواست باشه ناخن طبیعی رو اصلا نباید بتراشی. بیشتر باید از شکم سرسوهان استفاده کنیم. حالا باید حالت دستگاه رو به طرف چپگرد بذاریم و همین کار رو تکرار کنیم. قشنگ به کوتیکولا رو به طرف بالا بدیم. نگاه کنیم بچه ها، من همینجوری که ماساژ میدم کوتیکولا رو به طرف بالا هل میدم. به سطح ناخن طبیعی اصلا نباید ضربه بزنید. بالشتک‌ها رو کامل ماساژ بده. حالا با کناری سرسوهان به صورت حرکت خلاف جهت کوتیکول رو کامل به سمت بالا هل بده. حالا گرد و خاک‌ها رو پاک کن. حالا نیاز داریم به قیچی. با نوک قیچی پوسته‌ها رو باید جدا کنیم. حواست باشه قیچی رو خیلی باز نکنی و همیشه از نوک قیچی استفاده کنی. تمام این پوسته‌های مرده باید کات بشه. حالا باید یه پد رو آغشته به کلینزر کنیم. بعد با نوک تیز پوشر جیب ناخن رو کامل تمیز کنیم. حالا ما این مانیکور زیبا رو داریم که خیلی هم تمیزه. لایک و سیو یادت نره.